خیلی از ماها در میون صحبت هامون اصطلاحات و تکیه کلام های رایج زبان فارسی رو استفاده می کنیم. اما در پس خیلی از این اصطلاحات حقایق تاریکی وجود داره که شاید اگر از اونها اطلاع داشته باشیم تا ابد به زبونشون نیاریم. سلام به همگی، به کانال من خوش اومدید. تو این کانال هر بار به بخشی از ماجراها و حقایق زندگی به سبک ایرانی از گذشته تا به امروز میپردازیم. اگه به این سبک از داستانها علاقه‌مندین، از پایین همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و عضو کانال خودتون بشین. اون قدیما خانواده ها برنامه‌ای برای جلوگیری از زاد و ولد نداشتن. دخترها بر اساس قانون شرع و عرف جامعه خیلی سریع ازدواج می‌کردند. به طوری که اگر دختری سنش از 15 میگذشت، خانواده نگران می‌شدن که مبادا این دختر ترشیده بشه. و همین دختر که به هر قیمتی ازدواج می‌کرد، تا زمان یائسگی بعضن تا 20 شکم هم می‌زایید. با این حساب باید جمعیت کره زمین منفجر می‌شد. اما تا قرنها این جمعیت به 1 میلیارد نفر هم نرسید. دلیل این کنترل جمعیت قتل عام، حوادث طبیعی و انواع بیماری‌ها، خصوصاً بیماری‌های واگیردار بوده. بیماری‌هایی مثل طاعون و وبا که باعث کشتار و کاهش جمعیت می‌شد. وقتی طاعون سرایت می‌کرد، اولین اقدام پیشگیرانه‌ای که به ذهن افراد ایرانی می‌رسید این بود که اون خانواده‌ای که مشکوک بوده به این بیماری یا حداقل یکی از اعضای اون خانواده آلوده شده بودن رو شناسایی می‌کردن، همه اونها رو به زور داخل خونه می‌ذاشتن، به اندازه 2 الی 3 هفته براشون غذا و خورد و خوراک قرار میدادن و تمام درس‌ها و درها رو با گل میپوشوندن. این گل که معروف بوده به گل کبود، از ترکیب چند نوع خاک و املاح معدنی به دست می اومده. بعد از گذشت چند هفته و اون مدت زمانی که خودشون لازم میدونستن، درها گشوده میشد. حالا در این زمان ممکن بود که کل خانواده تلف شده باشن یا 1-2 نفر اعضای خانواده جون سالم به در برده بودن. ممکن بود کودک خانواده زنده بوده باشه. حالا تصور کنید در حالی که به شدت شوکه شده از اینکه مدت‌ها در کنار بدن بیجان اعضای خانواده‌اش، یعنی تنها کسایی که توی این دنیا داشته، زندگی کرده، اجسادی که ممکن بود دیگه رو به فساد رفته باشن، چهره و حالتشون تغییر کرده باشه، بوی بدی بدن و این کودک به شدت شوکه بوده، گریه می‌کرده و این بدنها رو پیش چشم اون می‌بردن و با روش‌های خاصی دفن می‌کردن. البته احتمالش بیشتر بوده که اعضای خانواده به طور کامل جان می‌سپردن و اون خونه کاملا متروک می‌شده و اینجاست که پای یه سری اصطلاحات دیگه هم به ماجرای امروز باز میشه. افرادی که مسافر بودن و جایی برای سکونت نداشتن، معمولاً از این خونه‌های متروک و بی صاحب استفاده می‌کردن تا شب رو در اونجا بگذرونن. و به همین دلیل این خونه ها میشه گفت یک جورایی تبدیل میشده به کاروانسرا و اینجاست که زمانی که افراد بی اجازه وارد جایی میشن یا هر کار که دلشون میخواد میکنن، میگن مگه اینجا کاروانسراست؟ یا حتی اصطلاح بی صاحب یا بی صاحب که برای توهین کردن استفاده میشه، اشاره‌ای داره به همین قضیه. خونه کاملا متروک می شده و هیچ فردی از اعضای خانواده زنده نمی مونده که صاحب این اموال بشه و این اموال و املاک بی صاحب محسوب می شدن. این بیماری بارها و بارها بلای جان ایرانیان شد. از جمله در بهار سال 1247 که باعث کشتار خیلی خیلی فجیع و زیادی خصوصا در مازندران، گیلان و کردستان شد. به طوری که در رشت 60,000 نفر جانشون را از دست دادن و فریزر، گردشگر اروپایی که در اون سالها از شمال ایران میگذشت، مینویسه در آمل که شهری پر جمعیت بود، دیگر کسی نمانده بود و در بابل از هر کس سراغ میگرفتند میگفتند از ناخوشی مرد. و یک یادداشت مهم تاریخی هم در این باره وجود داره که میگه طاعون در بلاد روم و ایران گسترش یافت و در استرآباد 10 تا 12 هزار نفر و مازندران حدود 20 هزار نفر تلف شدند.
و رشت و گیلان کاملا خراب شد. همچنین در تهران 10 تا 12 هزار نفر تلف شدند، به گونه‌ای که مردم دچار رعب و وحشت شده که همه مردم فرار کردند و در صحراها منزل گرفتند. مثل همیشه ممنونم که تا آخر داستان من رو دنبال کردین. اگه به این سبک از داستان‌ها علاقه‌مند هستین، کانال کرسیکست رو دنبال کنید. تا دیدار بعدی و داستان دیگه، خدا نگهدار.